پنجم ایول اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان دبیر کلی سازمان ملل متحد محترم آنتونیو گوترش را به حضور پذیرفتند. در جریان ملاقات مسائل مبرم همکاری جمهوری تاجیکستان با سازمان ملل متحد بررسی گردید. پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان مهمان عالی مقام را به تاجیکستان خیر مقدم گفته تاکید داشتند که سازمان ملل متحد در تطبیق مجموع برنامه‌های اولویتناک جمهوری تاجیکستان نقش نظر است دارد. آنتونیو گوترش در نوبت خود نقش نمایان تاجیکستان را در حل مشکلات جهانی مخصوص تاکید داشته از جمله چنین اظهار نمودند: تاجیکستان کشوری خرد هم باشد در کار سازمان ملل متحد و در عموم کار جامعه جهانی تأثیر زیاد و نقش برجسته می‌بازد. ضمن واخوری راه‌های پیشگیری از تهدید و خطرهای گلوبالی که امروز انسانیت به آن روبرو گشته است محاکمه گردید. محترم دبیرکل تشریف شما را به تاجیکستان خیر مقدم میگویم. طی دوره سپری شده ما زمینه استواری همکاری‌هایمان را با سازمان ملل متحد تشکل داده تقویت بخشیدیم و ما پوره از همکاری‌هایمان طی این سالهای زیاد از 30 سال بنیاد در سطح بلند ارزیابی می‌نماییم و در میانبر نیز سازمان ملل برای ما یکی از سازمان‌های مهم و بلندترین دنیا باقی خواهد ماند و همچون اعضای این سازمان با شما در تمام سمت‌ها با تمام نهادهای سازمان مللی صدقاً همکاری خواهیم کرد. شخصاً سهم شما را در پیشبرد این روند خیلی مهم ارزیابی می‌کنیم و شما و نهادهای سازمان برای همکاری‌های سازنده و ثمربخش با کشور ما منتداری تمام مردمی تاجیکستان را بیان می‌نمایم. سازمان ملل در تطبیق مجموعه برنامه‌های اولویتناک جمهوری تاجیکستان نقش نظررس دارد. امروز که انسانیت با تهدید و خطرهای نوی گلوبالی روبرو میباشد، جامعه جهانی بیش از همه و سازمان ملل نیاز دارد. همونطوری که شما وابسته به سمیت آینده ابراز نمودید، شدتناکی گیوسیاسی امروزها به سطح بی‌سابقه خود رسیده است. محترم جناب عالی، تشکر زیاد برای قبولی پذیرایی ما در این روزی خیلی بنده که شما خیلی سرکار هستید. من میخواهم خواهد کنم که همکاری بین تاجیکستان و سازمان ملل متحد یک نمونوی می باشد، همکاری نمونوی می باشد. تاجیکستان یک چیزی رو پیش گرفته است که خیلی نظر است می باشد، یعنی کشوری خرد بوده. تاجیکستان اینقدر در کاری سازمان ملل متحد تاثیر زیاد دارد و اینچنین در کار جامعه جهانی در عموم تأثیری خیلی مهم دارد. جمهوری تاجیکستان ما هیچ وقت فراموش نمیکنیم آن اقتدار، نیرو و به واسطه دینامیزم تاجیکستان رو در مرکزی همه نگرانی‌های دنیا ماندن مسائل آب رو وقتی که شما پیشنهاد کردید، البته با تشبث شما ما 10 ساله رو عین حال عمل نموده ایستادیم و می‌دانم که سیوم کنفرانس یک لحظه مهمی بود و دکلراسیون آن اعلامیه آن خیلی موجتی مهم بود و ما می‌خوایم خیلی زیچ با تاجیکستان اکنون همکاری کنیم. سال آینده این سال می باشد که ما سال نگاهداری پیریخ‌ها رو همچون سال 2025 استقبال میگیریم و ما می‌خوایم که تاجیکستان رو در اینجا همچون رهبری این جریان بینیم، چون که پیریخ‌ها برای ما هستند، برای ما خدمت میکنند و آنها به واسطه در عین زمان یک نگرانی مرکزی رو به واسطه تشکیل میدهند. برای همینم خیلی زیاد از سبب افشای پیریخ‌ها آب زیاد اومده ایستاده است و تاثیر اون رو میبینیم به جامعه ها. در آخر میبینیم که یگان آب باقی نمیماند
و بعد در همین سمت به واسطه برای من تاجیکستان به واسطه شریکی قوی ما می باشد. اینجا البته در کوپ 29 که در آذربایجان برگزار میگردد، البته میخواهم که تاجیکستان در اینجا خیلی قوی و خیلی فعال ماند، باقی ماند در همین جریان گفتگوشنی ها، برای که این خیلی و خیلی مهم می باشد که همین جریانی که عین حال با آن ما روبرو شده ایم آن رو برعکس بگردانیم، چون که تهدیدآور می باشد و این به واسطه به حالتی بین المللی خیلی تأثیری منفی میرسوند. در تاجیکستان میخواستن که همین ملاحظه رو به طرح درست براه مانند و در خلاصه تاجیکستان التماس کنیم که نقش پیشبرنده خود رو باز هم قوی تر براه مانند تا که همین حجت های قبول میشوند به واسطه توانند همین دینامیکی یا تمایلی منفی حاضره رو برعکس بگردونند. حتی شما کشوری خرد هم باشد، امروز شما کشوری می باشد که تأثیری بزرگ رو در مسائل عمومی و مسائل مهمترینی که برای جامعه جهانی تهدیدآور می باشند نقش مهم رو می بازید. و البته در این سمت به واسطه آبشوی پیریاها، کنج‌های گوناگون دنیا، گرینلندیا یا که در این مناطق خیلی مهم می باشد تلاش شما. برای همینم میخواستم عرض سپاس رو بیان کنم به حکومت شما، تبریک کنم حکومت شما رو برای این تشبس‌های برجسته و در بخشی رسیدن به هدف‌های استراتژی رشد تاجیکستان و اینچنین هدف‌های رشد استوار ما می‌بینیم که تاجیکستان در این جاده شریکی خیلی خیلی با اعتمادی ما باشند. و اینچنین می‌خواستم قید کنم مخصوصا که شما در منطقه خیلی تهدیدآوری خیلی خطرناک دنیا می‌باشند. اکثریت دشواری‌هایی که می‌بینن بر سر شما از سبب آنمان 10 ساله‌ها عذاب کشیدن حالت ناگواری که در افغانستان میباشد به واسطه تاثیر خود را به تاجیکستان میرساند. در همه همین سمت‌ها شما میتونید با ما تکیه کنید، ما با شما هم فکر هستیم. البته شما باید مطمئن باشید که من شما را معتقد میکنم که ما دوستان شما میباشیم و ما میخوایم که کشور شما به واسطه خیلی و خیلی موفق بگردد و نقشی پیشبرنده که شما دارید در عرصه بین‌المللی که تا حال تا امروز شما به همتا و طور به همتا میگذارید، میخوایم این رو دوام دهید، این موفقیت رو در تمام جنبه‌ها.